احتمالاً همه ما توی زندگی هامون این جمله رو حداقل یک بار شنیدیم که بهمون گفتن که باید با ترس ها توی زندگی روبرو بشی. باید با ترس ها مقابله کنی. باید مواجه بشی. اما فراموش کردیم زمانی که یک شخص از یک چیزی که برای ما قابل درک نیست و میترسه، این نشون میده که پشت این ترس اون شخص یک داستانی هست، یک تجربه تلخی هست، یک چیزی رو اون شخص تجربه کرده و باعث شده که الان هم داره ترس رو تجربه میکنه. و زمانی که به یک شخص میگیم که تو باید با ترس‌هات روبرو بشی، خیلی وقتها ما داریم احساسات اون شخص رو بی‌اعتبار میکنیم و ما نمیدونیم که پشت اون داستان، پشت اون احساس چی هست، چی بوده، چی رو تجربه کرده. و خیلی وقتها با این جمله ما اون شخص نه تنها اون احساس بی‌ارزشی رو تجربه میکنه، بلکه زمانی که ما شخص رو توی اون موقعیت قرار میدیم که باید با ترسات روبرو بشی، بدن برای بقای خودش وارد عمل میشه و ممکنه که خیلی بدتر بشه، اون ترس خیلی شدیدتر بشه. در نتیجه ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه افراد بپیچیم.